آقا داریم مگه هنوز؟ داریم حالا ببین چرا بله این ماری که شاخ داره میندازه دور گردنش. آیا این مار میبینی؟ مار شاخدار. حالا میگم مار شاخدار داخلی صندوق مار بندازه دور گردنش. شما آقایان داداشا برادرها تماشا کنید. اون آقا میگه پهلوان این بچه میمونه مار بپیچه دور گردنش. بله بیا جلو نگاه کن بزرگی خدا رو، بیا جلو عظمت پروردگار رو تماشا کن، بنازم به بزرگی خدا. آقایان داداشا برادرها همه تون با سواد، همه با معرفتید. این حیوان چون تربیت شده دست منه هر نمایشی بگم انجام میده. اینا چوبش دک نکرده اینجاست این چوبش. بسا من چوب بدم دستی حیوان نگهبانی بده خواهران برادران میخواد چوبو بده دست حیوان نگهبانی بده. مار دو شاخو هیچ وقت در نمیاره دوستان. خدا رو بدم بذاره بالا سرش، آیون چوب بدم بذاره پشت گردنش، کمر مارو بشه مار سواری کنه. بله حالا نگاه کن گرز اومدی اون چالیتی پرکن بیار. اینو هاش تماشا کن. فلفلی برو بالا بشین ببینم. باریکالله بشینیم بالا ببینم. با من دست بده ببینم. با تو هم دست بده. با تو هم این برا نگاه کن. باریکالله نوشابت خوردی یه خورده کوچیک تش بذار. این داره تو رو نگاه میکنه یه خورده تشنشه. حالا نوشابه خوردنش نگاه کن ببین. الان ناراحت نباش، الان آقا نوشابه بهت میده. گوش بده دست بده با من. دست بده. باریکالله بشین اینجا دست بده. با تو هم بشین دست بده ببینم. آفرین. الان میگم آیون چوپانی کنه همتون تماشا کنید. فقط داداشا برادر اگه میخوام بایستن بیان جلو تا کنار جدول همه بیای جلو. داداش تا پایین سنگه بیای جلو.